کتاب‌های استاد مطهری، آموزش قرآن به قلم مهندس مهدی بازرگان. علل گرایش به مادیگری از استاد مطهری به زمینه متریالیسم در ایران. من حرف خوردی یا شما؟ من حرف خوردی یا شما؟ فهمیدی؟ هر چیزی ندارم در اون آقایش بیا من 1000 تا نشد بدم شهید دادن، یکی نه 4 5 تا گذشت دادن. شما مثلا چی میگی؟ شما یه وقت کم کردن الان ما انقلاب کردیم. من 1500 تا 1500 تا چند نفر هستی؟ 700. اون دوره حسابا چقدر بهت میدادن؟ 2200 تا. بعد از که آقا شریف محمد 750 تا که آقای بازرگان اضافه کرد. من نخورده. خورده به همه خورده. شما چرا من نمیگیرم؟ همون دوره بوده که اضافه شد. چه کارگر شد اون 2500 تا میگه. همین آقا که میگه من نگرفتم، من گفتم آقا این 750 تومن نوشته روزنامه. خود ما تعلق میگیره. گفتن تعلق نمیگیریم چرا؟ گفتن که خب ما برای شما چون تعلق نمیگیره روزنامه هستیم، رقم دیگه چیز بکنیم. گفتم 300 تومن ما حق مسکن به حساب چیز کردن. اونم ندادن. حق مسکن نه، حق مسکن به ما دادن. 300 تومن حق مسکن هر ماه دارن به ما میدن و کمک‌های غیر نقدی 100 تومن. گفتیم خب این چجوری 750 تومن چه بهمون میدی؟ گفتن این با اون مساوی میشه. آخه مسئله اینه که 7 سر نون بنده خدا این 7 سر نون خور داره. گذشت حدی تا اندازه‌ای درسته. ولی وقتی که من 7 سر نون خور دارم شما راجع به این مسئله چی میگی من؟ اون دوره سابق گمشه که زمانی که همون کد چیه؟ بادخونه اونجا شما که نیومدین. من بچه همونجا، من بزرگ شده اونجا که گوشه میکشه چرا این برنامه نبود؟ حالا همونو دارن به خوبی زندگی میکنن. همین دولت بهش رسیدگی کرده. منم تو همون دوره انقلاب منم بیکار کردم. این همین رفیق من چقدر شما قرض کردم تا حالا؟ 3000 تومان رفتم با خواهش و تمنا زنم دارم. قرض کردم افتادم تو این بازار جنس خریدم از این دست اون دست دادم. الان همینجا بسال کردم. بریم اما بسال منم دارم. بیا کارشو نمی‌بینی. بیا این نظر یه موریتی برو که مال مردم باشی. بیا شما بیا. درسانی منم با اینکه حقم کم گرفتم اومدم اینا گفته جلو خوده 3 تومن گرفتم افتادم توی کار. تو 3 تومن گرفتی، من 2 تومن قرض کردم اومدم نوشابه فروشی باز کردم اینجا سر این خیابون نوشابه میفروختم. یه آقای اومد من با کیف خیلی خوب یعنی 13 ساله اونجایی که قبلا چرا راحت با اونی که میگن صنعت 13 سال الان بره در دکونه و شهر منم دیپلم فنی ام. ببین من اینجا من دارم کاری میخونم ندارم برات کار میگم چرا با 13 سال سابقه کاری صنعتی الان برم در هر
کم گور به گور شد، بی پدر بی مادر ساواکه پرورشگاهی، سلی و گوگوش و هاییده رفتن گدایی. شما جایزه بردی آقا. بیا جلو هنر آقا. هنر. بیا جلو آقا. اسرائیل نبودن. فلسطین پیروز است. نفر بعدی آقا تشریف بیارید جلو. نفر بعدی. اینجا آقا. عکس تاریخ. اینجا آقا اینجا اینا ببین. در کنار عرفات. آقای فیلم بردار ببین اینا. در کنار فلسطین اینا ناصر عرفات. پیروز است اینا. اینجا اینا. ببین آقا اینا. در کنار عرفات. اینجا. یکی بزنم میمیرم. حالا نه نمیمیری بابا. نه امتحان میمیرم. یکی بده پس. نه تکون نخوره. بیا اینجا. هیچکی حتی تکون نخوره دست بالا. عزیزم بیا بریم. کجا؟ میخوام بریم. تکون بخوری سوراخت میکنم وایس سر جا. بریم. پس پرن ارواح وجود نداره؟ نخیر که وجود نداره. اینم آقای سلیم که مرده بود. بله این جناب سلیم خوب تونست خودشو به مردن بزنه. بگو چمدونا رو بذار تو ترام. یا الله بذار چمدونا رو منو بیا. بودو معطل نکن. بذار تو ترام. میدونی تو اون چمدونا چیه؟ پول و جواهر. همه رو میخوام از این مملکت خارج کنم. فکر نمی‌کردی من اینجا باشم ها؟ چرا فکر می‌کردم؟ بعد تو من تا اینجا اومده بودم. آقا رو میشناسی یا معرفیش کنم؟ نه بگو. این حضرت آقا ممنوع الخروج هستن. حقی که از کشور خارج بشن ندارن. البته ثروت بیکرانی رو در اون چمدونا جا داده و میخواسته از اینجا خارجش کنه. این خواهر و برادر قلابی هم اینجا مأموریت داشتن که ما رو بترسونن که ما شب اینجا نمونیم تا اینا بتونن راحت کارشون رو انجام بدن. اون سلیم بیچاره هم با پول خریده بودنش. بله شما خیال میکنین من میذارم پولم توی مملکت بده. آقا من میخوام این چجوره درست بگی؟ یالا شفر. منم برم دیگه. بیا جلو. کجا بری؟ آخه خجالت نداره چقدر این همه تو این مملکت دزدیدین، چاپیدین، زدین، گرفتین، خون مردم بیچاره رو تو شیشه کردین. مملکت به ورشکستگی کشاندین. بس نیست مردم به خاطر یه تک تومنی آه میکشن، اون وقت شماها چمدان از این مملکت خارج میکنن. آخه مگه من مسئول مردمم؟ به من این پول مردم بیچاره است. جواب خلق فردا چی میدین؟ آخه بیشرفیه. حیف اون گلوله‌ای که تو مغزت بزنه. واقعا زن و بچه دارم. چیکارش میکنیم با این؟ والا ثروتی که ازش گرفتیم تو جلسه میکنیم. البته همش مال دزدی بوده دیگه، آقا می‌خواد خارج بکنه. تحویل بیت المال میدیم. خودش هم که معلومه تسلیم دادگاه انقلاب. نه منو تسلیم دادگاه انقلاب مفسد فلعرض. اصلا میگم دادگار اینجا تشکیل. بله اونم میشه. دادگار اینجا تشکیل میدیم، آقا رو بدیم دست شیرالی، اون میدونه چیکار بکنه. شیرالی تحویلش میدم. بیا جلو میدم. خواهش میکنم. یالا. او این ممنوع دخوله این. در فرار زندانیان سیاسی با دلایل موجود مجرم شناخته و در دادگاه شماره 4 دادگاه نظامی پس از دادرسی کامل مطابق با قوانین به مرگ محکوم با حکم اعدام درباره نامبرده قابل اجرا خواهد بود. لذا طبق حکم دادگاه امروز دوشنبه 24 شهریور ماه 57 به نام قانون و به نام ملت حکم درباره نامبردگان اجرا خواهد شد. رئیس دادگاه نظامی شیراز تیمسار روشنفکر. افراد آماده.
بسیار خوب، شما تا چند لحظه دیگه اعدام میشید. حرف چیزی دارید بزنید سرگرد. شما نه گوشی برای شنیدن دارید نه چشمی برای دیدن. کورکورانه اطاعت میکنید سرگرد. شما نمیخواید از کرده خودتون اظهار پشیمونی کنید؟ پشیمونی؟ برای چی؟ تا آخرین لحظه مثل یک سرباز خدمت کردیم و در این دم آخر به حکم بیدادگاه نظامی شهید میشیم. شهید راه حق و حقیقت سرگرد. بسیار خوب. افراد آماده. چنین بود که همه همصدا فریاد برآوردیم که تا آخرین نفس راه را به نام خواهیم داد ای شهید. سپاسگزار از این همه محبت شما، قدم‌های شما روی چشمان هنرمندان ما که تا این موقع شب نشسته و ما توانستیم راهی را که در راه آزادی انقلاب برداشته‌ایم به ثمر برسانیم و مورد توجه شما قرار گرفته. من بدین وسیله از تمام شما
قبل اینکه آواز بخونم میگم که ها تو منو میشناسی تو اروپا برنامه چه کنیم آره یه جمله مختلف چه میدونم من خودم میگم حالا قبل از اینکه صحبتمو تمام کنم و عده دیگه از خواننده‌ها رو دعوت کنم اینجا که براتون برنامه اجرا کنن خودم آواز خوب شب بود بیابان بود زمستان بود آره اجرا میکنم این شما این استودیو و شب بود بیابان بود زمستان بود با صدای فریدون فرخزاد
شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود گیسویا. شب بود بیابان بود زمستان بود از هر مویت. شب بود بیابان بود زمستان بود. بعد از آواز شب و بیابان مرسی. بعد از آواز شب و بیابان میگم. حالا دعوت کنم اینجا سولی خواننده محبوب همتون که همتون میشناسید، سولی چاقوگنده مردم معلومش کنه. سلام میکنم به سولی. نوکردم. حالت خوبه؟ ایده نامزد میگم فرزاد دستی میذاره روشونه زنا. من فکرم که اشکال نداره تو اروپا ماجرا. یا ایده نامزد میگم فرزاد دست زنا ماچ میکنه. من فکرم که تو اروپا هیچ این مسائل حل شده است. خب سولی براتون آواز میخوره با همراهی شما. به افتخارش کف میزنیم. بعد از اینکه سولی براتون آواز خوند رقصید حالا قسمتی از مجلس رو براتون نشون میدیم که توی مجلس حتما دیدید دیگه. زبان میگم. آقای مظهری نماینده کرمان پشت تریبون قرار میگیرن. آقای عباسی اگه ممکنه این من بارها گفتم. چقدر گفتم؟ به من گفتن خفه شو. میندازی به زیر ترلیج در چرخ. من انداختن زیر درشکه. گفتن با توپ و تفنگ و مسلسل میکشیمه. من با تیر کمون زدن. من کشیش کم. آقای بنی احمد نماینده تبریز. شما اگر آمار دقیق میخواهید بیایید در منزل من، بیایید و من به شما نشان بدهم. اگر به خاطر خودم بود، اگر به خاطر بچه هایم بود، اگر به خاطر زنم بود، غذا نمیخوردم، اعتصاب غذا میکردم. اما حیف که به خاطر وطنم مجبورم به جای 1 پرس چلو کباب روزی 5 پرس بخورم. خب بعد از اینکه مجلس رو دیدید و صحبت کنید حالا دعوت کنیم اینجا جمال وفایی براتون آواز میکنه. به افتخار جمال وفایی. پای سنگ گفت برو سنگ، شب و روز سرد و همرنگ، چراغ خونه خالی، شبای خونه دلتنگ، دست. خب بعد از جمال وفایی حالا دعوت که اینجا محمد رضا پهلوی همتون میشناسید. محمد رضا پهلوی براتون آواز میخونه میرقصه. این شما این استودیو و محمد رضا پهلوی با سخنرانیش. اینو یه دقیقه نگرم. کوروش شاهی شاهان، شاهی هخامنشی، هیچ کس نمیتواند همبستگی بین شاه و ملت را از بین ببره. ما در کشور یه غلطی کردیم، حکومت نظامی اعلام کردیم و خودمون از این کاری که کردیم پشیمان هستیم و اشتباه بزرگی کردیم. کشور ما دست بیگانگان افتاده بود و ما توانستیم که کمک ملت این را بگیریم و من بیرون بروم. خیلی متشکرم.
مانندی بیاین بابا بیاین به زندگیتون بیاین حرکت کن برادر. نمی همه یکسه فورو بود یکسه
از وابستگی‌های دستگاه بانکی و پولی کشور. 6 وابستگی هم دستگاه بانکی و پولی ما به قدرت مسلط غرب داره. یک وابستگی از لحاظ تنظیم سیاست‌های پولی. شما می‌دانید که اعتبارات دستگاه بانکی ما عمده میره به واردات و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی که از طریق واردات این فعالیت‌ها به وجود آمده. 2 وابستگی از لحاظ ارزش پول. همه شما آگاهید که بدون درآمد نفت پول ما ارزش کاغذ سفید را هم نداره. به لحاظ اینکه روی کاغذ سفید میشود نوشت، روی عکس‌ها این کار رو نمیشه. 3 وابستگی از لحاظ پشتوانه. منفور اهریمنی آمده کنار کانال سوئز نشسته مثل یک گرگ چشمش به انقلاب ایران دوخته و میخواد لحظه بشه گمسه امریکایی. برمیشه تمام افراد کشور. شما میتونید ببینید این بخونین اگه واقعا دیدید چیز واقعیه درک اون داره که بفهمید چیه، چیزی که به درد بخوره نه درست میکنید. یار برکناری صحبت کنه متوجه چی میگم؟ چیزی نیست. حالا من اگه بخوام برای شما میگم بگویی نیست. نه همش به هم متصله. پیش از اینا گفتین ارزش خرجی شما از کیفیت برکناری صحبت کردی در صورتی که منظور من کیفیت انتخاب بود نه کیفیت برکناری. متوجه چی میگم؟ شما کیفیت برکناری گفتی یه ما میره اونجا مثلا میمونه. اسلام اقتصاد سالم حقوق بشر منشأ خلقت ماده منشأ خلقت بشر در این کتاب خیلی هماهنگ بشه. بعد این 4 نفر 4 عضو 4 عنصر ایمان علم اخلاق فرهنگ در 4 خط موازی حرکت میکنه. لزومی نداره بگی مرگ بر این ضعیف هستی که داری فوش میدی. اگر قوی باشی این علمت رو این اخلاقت رو این فرهنگت رو اونای دیگه بیان مطالعه بکنن میشن یه عده قلیلی. عده قلیلم کوبیده شده. فرق مذهب با جادوگری همینجاست که بعضی از دوستان غیر مذهبی و متاسفانه در 35 میلیون نفر ما حالا کم میگیریم 2 نفر 2 تا مسلمون این موضوع رو نمیدونن. در جادوگری نفع شخصی در بینه. یعنی یه کسی میاد پیش من به من پول میده میگه یه سحر و جادو افسون بکن. امریکا با این کاریران چطور داره؟ اگر این درسوزی بکنه چرا قبلا درسوزی نمیکرد؟ چرا ما همه کشته دادیم دخالت نمیکرد؟ اما الان که سرمایه داریشم کشته شده وقتی که چرا سر کشته میدی؟
بچه برای همه جوان شما کشته نمیاد جلو، اما برای یکی اسرائیل و ایترا و طوری میاد